ماشین خاموش شده، استارت میزنن روشن نمیشه. همه علائمی که با ماشین خاموشی چه کنیم رو امروز تو این ویدیو به صورت کامل برات توضیح میدم تا دیگه تو جاده نمونی، جای حیرون نشی. اولین چیزی که شما باید تو ماشین چک کنید، مثلا ماشین خیلی وقتا پیش میاد که از رو دستانداز میپره، ماشین خاموش میشه دیگه روشن نمیشه، یا اصلا در کل ماشین زدی تو خونه خاموش کردی روشن نکردی. اولین چیزی که شما باید چک کنی قطع کنته. شاید این قطع کن زده شده باشه، یا دستت خورده باشه، یا به یه ضربه چیزی حساسه، اینا قطع میکنه ماشین رو، برق کل ماشین رو. سیمش زیر همینه، زیر خودش که میبینید تا اینجا اومده. کمر این سیما لخ میکنه، یعنی حالا من نمیتونم این ماشین بکنمش، ماشین مردم نمیتونن دست بنزن توش سیماش بکنم، ولی شما میاین کمر این سیما لخی کنن، دوتاشون قشنگ به هم اتصالشون میکنه، ماشین انشالله که روشن میشه. حالا اگر روشن نشد چه کنیم؟ گزینه بعدی که سر راهتون هست و آسون هم هست، جعب فیوز کالسکیه که این قسمت دو تا فیوز 100 آمپر داره که آهنی هم هستش. شما باید اینا رو چک کنی، بکشی بیرون که زیرش سولفات نکرده باشه، چون اگر سولفات کرده باشه ولتاژ کمی میرسونه به ECU و دستور پاشش رو ECU اعلام نمیکنه. اینا رو میکشی رو بیرون، زیرش سولفات نکرده باشه، یا مثلا دهنشون گشاد نشده باشه، خال نزده باشه، مثلا جرقه زده باشه، خال زده باشه، اینا این داستان نباشه، تمیزش میکنی، دوباره میزنی جا، ان شاءالله که ماشین روشن میشه. حالا اگر بازم به این چیزا ماشین روشن نشد، دو تا کابل برق اصلی هم اینجا داره، اینا احتمالشون کمه، ولی بازم اینا رو چک کن. این دو تا کابلی که اینجا فیوز بس شدن، اینا رو بازشون یه چک بکن، ببین سولفاته چیزی تو اینا نیست، قطعی تو اینا نیست. بعدش میای چیکار میکنی؟ تو ماشین های سایپا، این هم بگم تو ماشین های سایپا این قسمتشون سه تا رابط سیمی داره. یکی مال چراغ، از اول توضیح میدم، از اول سمت راننده. اولی مال چراغ، دومی مال سیستم برق کل ماشینه، سومی مال سیستم انژکتوره. معمولا رابط سیمی وسط میسوزه. حالا اینم تو پرانتز میگم، کسایی که ماشینشون یه دفعه خاموش شد، بعد میگه آقا مثلا دوستا استارت نزدن دیگه ماشین زور زد فلان، نه، شما میری کابل ته دینامو تو نگاش میکنی، کابل ته دینامو یه از دوربین بیار، این قسمت ببین، این پیچ بزرگی کابل برق دینامه، ببینین این شل نشده یا باز نشده یا هیچ اتفاقی نیفتاده، اینو حتما چکش کنی. اینا تو پرانتز گفتم، ولی خب عیبیه که زیادی شایعه میان در مواضع میگه آقا مثلا ماشین خاموش شده، استارت میزنه روشن نمیشه، دو تا استارت خورده دیگه استارت هم نخورده، باتریم کم جونه، این عیب چون زیاده تو پرانتزی بهتون گفتم. حالا بعدش اگر صدا سیفونت نیومد، یعنی سویچ باز کردی صدا زینگ اتو سندلی عقبت نیومد، چیزی رو که باید چک کنی رل دوبله. رل دوبل معمولا برای ماشین‌های پژو 405 ماشین‌های ایران خورده این قسمت بسته شده، ماشینا سایپا همون بغل گیرگیرشونه که می‌بینی مربعی شکل. رل دوبل رو تستش می‌کنی، یه رل دوبل تستی دیگه می‌ذاری جاش ببینی صدا سیفونت میاد یا نه. حالا که اینا رو تست کردی، میای به یه نفر میگی بشین پشت ماشین استارت بزنه. یکی از این وایرها رو از سر کویل میکنی، چه از سر کویل چه از سر شام بکنی هیچ فرقی نمیکنه، از سری که اینا میگیری، بعد نزدیکش میکنی اینجوری به کویل، اینجوری نزدیکش میکنی به کویل، میگی تک استارت بزن. استارت میزنه، باید جرقه بزنه. اگر جرقه داشت خب برات توضیح میدم بحثش چیه. اگر جرقه نداشت احتمال زیاد دور موتور نداره ماشین. یه سرچ تو اینترنت میزنی که ببینید دور موتور ماشین کجاست، سوکتش هم ببین اینجاست. بعد اینا زیمنس و ساژن دارن، یعنی بستگی به مدل ماشین تو فرق میکنه. حتما نمونهش باز کنید برای بدن لازم یه دیگه اگر نمیدونید مدل ماشین چیه. نه اینا سوکتشه، سوکتش بکشه ببینه این سولفات نکرده، دانش گشاد نشده باشه، اگه اتفاقی افتاده باشه دور موتورتونه تعویض کنه، ان شاءالله که برقش میایه. اگر بازم نیومد اینم برقش میتونه رول دو باشه ها، یعنی جرقه رول دوبل هم برقش میتونه باشه، از این جعبه فیوز میتونه باشه، از اون فیوزا میتونه باشه، تکتیکش رو توضیح میدم. ولی این رول دوبل هم میتونه تو برق تاثیر داشته باشه، از ترسیدم. حالا شمع و وایر، حالا جرقه دارم بازم ماشین روشن نمیشه. خراب بودن شمع ها هم میتونه تاثیر زیادی تو روشن نشدن ماشین داشته باشه. خیلی ها من شده استاد کار دیدم که مثلا گفتن آجی شمع ماشین سالمه، گفته ها اوسا نگاهش که گفت ربطی نداره به شمع ربطی به روشن شدن ماشین نداره. قلبم میگیری همچین حرفی میزنی بعد این همه سابقه لوتی گیری.
میگم میشم ربطی روشن شده ماشین داشته باشه. تو میگن دوره تعمیرگاهی ندیدی یا مثلا تعمیرگاه نمیدونی کار که موتور چجوریه، خود فقط اگه خیلی وقت بزنی استرشون این کارا میتونه خودش بکنه. یه فقط که در میاره بزنه تق 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 3-4 تا سنه ماشین روشن میشه. اونایی که تصورشون یک شمع روشن شدن تأثیری نداره. اتصال بدونه یه بار پای ماشینیه بعد خدای زنگ زد گفت یه اوسا خیلی خوبی سراغی دارن زنگ بزنه از اون یه مشروطی از اون نبگیره. زنگ زد گفت اوسا ماشین اتصال بدونهش ضعیفه، ما باید اول اتصال بدونه این محکم کنه بعدش من دومترش و فلان. هرچی که اتصال بدونه ربطی نداره. اگر ماشین اتصال بدونهش ضعیف باشه روشن میشه ولی ری پیزنه. چه حرفیش خدایش میزنه، یعنی چه میدونم بابا اطلاعاتون خدایش ببره بالا، من کاری کسی ندارم. اتصال بدونه تو ضعیف باشه، ببین اتصال بدونه تو یه کابل از این میگیری میدی به شاسی یکی هم میدی به موتور. اتصال بدونه تا ضعیف باشه ماشینت روشن نمیشه. در کل نزار به بیخ آخر برسه، این کاری نداره. یه اتصال بدونه بخر بهش قوی کن. اصلا کلا اصلا همیشه جدا همه چی اتصال بدونه ماشینت قوی کن. برای همه چیزت خوبه، برای کولرش خوبه، برای ریبزن ماشین خوبه، برای همه چیز ماشین خوبه. به اتصال بدونش قوی کن. شمعات رو نگاه کن. شمعات ببین اگر دهنش و گوشات شده پلاتین زیادی سرش سوخته یا مثلا روغنه یا زیاد کارکت کرده که مثلا سوخته، شمعات یه دست شمعی از روش ان شاءالله که ماشین روشن میشه. این توی ویدیو شورتی هم برای تو توضیحش دادم. اگر دیدی صدا سیفونت نمیاد یا آوردن یه چیزی بردار یا اگر نداشتی با مشت در عقبت باز میکنی میری دو تا ضربه میزنی وسط صندلی عقبت. حالا ماشین 206 و 207 اینا سمت شاگردشونه، دیگه دو تا وسط زدی سمت شاگردم بزن. اگر نمیدونی سیفونت دقیقاً کجاه سرت بذار روی صندلی ببین صدا سیفون کجا میاد یا نمیاد. اگر نیومد تا مشی روش بزن ببین بازم صداش میاد یا نه. اگر تونستی صندلی رو بکنی که دیگه بهتر. صندلی رو بکن خود یه دو سوی چیزی یه دو تا ضربه آروم میزنی سیفون بشکنی ها، یا دو تا ضربه آروم میزنی ببینی صدا سیفونش میاد یا نه. حالا جعب فیوز تو همه ماشینا خیلی مهمه. چرا؟ چون که جعب فیوز برق پشت کیلومتر بالاخره پشت جعب فیوز نگذشته. تو همه ماشینا این هست، همه چه سایپا چه ایران خودرو چه هرچی. جعب فیوز اون برق پشت کیلومترت هم از تو جعب فیوز گذشته. اگر ماشینی چراغ چک نداشته باشه یعنی سویچ باز میکنی چراغ چک نداره، سویچ باز میکنم برق پشت کیلومتر نمیاد. اگر دیدی اینا نیستن برق پشت کیلومتر نباشه ماشین روشن نمیشه، چراغ چک تو کیلومتر نباشه ماشین روشن نمیشه. حالا میای چیکار میکنی؟ ببین تو ماشینای مثل این ماشین ایران خودرو بعضی که جعب فیوزشون اینجا بعضی جعب فیوزشون جلو پاشونه. یه فیوزی هست این شکلیه، یعنی ظاهرش هم تا فیوزها دیگه فرق میکنه، قوی‌تر هم هست این شکلیه. این برای برق اصلی ماشینه، این برای برق اصلی ماشینه. اینو میکشی بیرون که نسوخته باشه، سولفات نکرده باشه، دهنش گشاد نشده باشه. اگر دهنش گشاد شده باشه دهنش تنگ میکنی دوبار فیوزت میزنی جا. اگر فیوز سوخته باشه یه فیوز دیگه میذاری جاش. حالا اگر ندونستی که آقا کدوم یکی این فیوزا برق اصلی ماشین بنه یا برق پشت کیلومتر ماشین بنه، همه فیوزات چک کن با یه فیوز کش یا دنباریک. همه فیوزات چک کن به قول گفتنی ببین کدوم فیوز سوخته، فیوز بذار سر جاش بعدش حساب بزن ببین ماشین روشن میشه یا نه. حالا اصلا فیوز سوخته نه، حالا زوری هم این ماشین همین مشکل داشت که فیوزاش سوخت بود برق پشت کیلومتر نبود ماشین روشن نمیشد. ما رفتیم فیوزش تعویض کردیم ماشین روشن شد اومد. ولی یه وقت فیوز مثلا 30 گذاشتی اگر نمیدونی هر مثلا مصرف کننده چه فیوزی میخواد هر جایی چه فیوزی میخواد، مثلا آقا فیوز 30 گذاشتم ماشین روشن شد، سریعا برق کاری میری تو برق کاری میگه آقا این فیوز سوخته بوده من یکی گذاشتم جاش، حالا ببینه اصلا من آمپر مناسبی رو گذاشتم یا نه، ببینه منشأش چیه که داره فیوز میسوزه. مهم فیوز سوختن نیست، مهم اینه که منشأش چیه که داره فیوز میسوزه. من الان این ماشین میتونم فیوزش عوض کنم بگم حال برو خداحافظ، خب وایسادم ببینم منشأش چیه که داره فیوز میسوزونه، برم ببینم به کجا داره این داستان پیش میاد که این داره فیوز میسوزونه. شما همینه فیوز گذاشتی همینجور فیوز نذاری و بری دوباره فیوز سوخت دوباره که دیگه بذاری دوباره بری اینجوری سیم کشی تو بیشتر میسوزونی، خرجت بیشتر میشه، حیرونیت بیشتر میشه. همون اولی که فیوز سوخت یه فیوز میذاری جاش میری تو برق کاری این آقای فیوز مال چیه؟ آیا من الان این فیوز سوخته گذاشتم اشکالی نداره، شاید واقعا عمر فیوز تموم شده، فیوز زیاد جریان کشیده ازش عمرش تموم شده، مثلا فیوز سوخته، شارژ دینام یه لحظه رفته بالا یا مثلا سیستم گرفتین اومده پایین هر داستانی فیوز سوخته.
مثلا شاید بخاطر این سوخت باشه، خب بخکار بهت میگه نه بابا مشکلی نداره برو. ولی اگر دیدیم مثلا گفت نه 2 تا فیوز دیگه بذاریم، مثلا این فیوز مال مثال میزنه سیفونته، این فیوز مال برق اصلی ماشینته، این دار میسوزون خیلی مهمه، وایسا پیگیریش کن، بگو منشش در بیاریم این داستانش چیه، حلش کنی. نذاری سیمکشیت بسوز تا پشت داشبوردت، قرار باشه داشبورد باز کنی، قرار باشه نمیدونم سیمکشیت بخواه گفتنی زیر کاپوتت تعویض کنی یا مثلا احیاش کنی. همینا خرجا زیادی هم. خب خرجی که میشه با 200,000 تومان 500,000 تومان 1 تومن درستش کرد، چرا باید 4 میلیون هزینه کنی؟ چرا برید 6 میلیون 7 میلیون بدی سیمکشیت بسونی؟ خب اما اول باز باید به کنعان حرف نزن. ماشین تیب رد کرده باشه که روشن نمیشه. بچه ماشینتون اگر واشر زده باشه یا تیب رد کرده باشه، شما نباید دیگه به ماشین دست بگیری، چون که استارت بزنی میزنی رینگ پیستون تن خورد میکنی، سوپاپات کج میکنی، دیگه میری تعمیرگاه خرج چندین برابری باید بکنی. ماشین خاموش شد، اولین چیزی که میای نگاه میکنی میای سر این درب روغنی رو باز میکنی، از روی قالپاق سرسیلند میبینی اینجا سفید کرده یا نه، یعنی حالت بخور گفتنی کف، حالت سفیدی معلوم میشه آب و روغن قاطی شده، یعنی بخار آبه. بعد خب میفهمی ماشین واشر زده دیگه استارت نمیزنی، چون هر استارت زدن نزدیک 2 میلیون دلار به هزینه‌ات اضافه میکنه. دیگه استارت نمیزنی، میبریش توی تعمیرگاه، واشر محترم را تعویض میکنی. ماشین آمپر نکشیده پس چجوری واشر زده؟ اصلا ربطی نداره. ماشین واشر عمرش تموم بشه واشر میزنه دیگه، اصلا خیلی وقتا آمپر نمیکش ماشین ولی واشر میزنه. ولی در همین حدش به من ربط داره، بقیه به تعمیرگاه ربط داره. من نظری درباره واشر نمیدم، ولی در کل این میدونن که آقا مثلا عمرش تموم بشه این داستان پیش میاد. حالا اگر ماشینت واشر زده باشه خب یه بحثه. اگر تیم رد کرده باشه یعنی چی؟ یعنی تصم تایمت یه دندون رد کرده، 2 تا دندون رد کرده، این قسمت قرار داره. بچه‌ها برای این ماشینا الان یه چیزی اومده، یه محافظی اومده شیشه‌ایه، شما میذاری میتونی تست تایمت نگاه کنی. اگر تست تایمت پاره شده باشه، پوسیده شده باشه، هر چیزی خود نظاره‌گیری روش از اینا شیشه‌ایش بسونی ببندین، خیلی بهتر، هم شیک‌تره، همین که یه نظاره رو تصم تایمت داری. حالا اگر تصم تایم رد کرده باشه ماشین استارتش آزاد میزنه. یعنی چی؟ یعنی ماشین استارت میزنی میگه اینجور استارتی میزنه. مثلا تا الان ماشین میگفتن این استارت زنش بوده، الان میگه اینجور استارتی میزنه. این استارت یعنی تیم رد کرده ماشین. حالا اگر از صدا استارت تا نتونستی تشخیص بدی آزاد استارتی خوره. اگر بازم از صدا این استارت هم نتونستی تشخیص بدی که آقا ماشین تیم رد کرده یا نه، ماشین میکنی دنده 2 پا رو کلاس برمیداری، ماشین هولش میدی، ماشین انگاری خلاصه همینجور میره عقب یا میاد جلو. این یعنی چی؟ یعنی ماشین تیم رد کرده، ماشین تو دنده 2 همینجور خلاصه این کدام میره. این یعنی این هم یه راهکاریه که شما میتونی بفهمی که ماشین تیم رد کرده یا نه، یه دندون 2 دندون یا اصلا کلا تیمت پاره شده باشه. اینا رو میتونی به همین راحتی تشخیصشون بدی. حالا صدا سیفونت میاد، بعد میگی من بنزین دارم، برای اینکه مطمئن بشی سر ریل سوخت، بچا این ریل سوخته تو همه ماشینا یه همچین شکلی هست، حالا شاید ترتیبشون اینجوری نباشه ولی یه چیزی شما میبینه هست، این ریل سوخته. یه شیلنگ هم 2 تا، بعضی ماشینا مثلا صاحب 2 تا، تو این ایران خودرو یکی این شیلنگا رو بکنه سویچ بازش کنه ببینه بنزین حتی این میاد بیرون یا نه، یعنی سویچ بازی کنی یا تک استارتی میزنی بنزین حتی این میاد بیرون یا نه. شاید آمپر داره دروغ نشون میده، یعنی مثلا نشون داد که آقا هنوز 10 لیتر بنزین دیگه داری ولی بنزین نداری. خب ماشین فقط بنزین مشکل داره، بنزین بریز سرش. ما این مشتری خیلی داشته که ماشین بنزین نداشته، بعد میگه حالا استارتی خود روشن نمیشه چون ماشین بنزین نداره. همین بکن ببین بنزین داره یا نه. اینم تمام علائمی که از ماشین بابت برقش بود. حالا اینجوری خیلی این چیزایی که گفتم میتون کارتون راه بندازه و خودتون ماشین روشن کنین، یکی هم دست به جا کنین میتونید ماشین راحت روشنش کنی ببریش. ولی بازم اگر نتونستید دست به جای نزنید خراب ترش کنی، ببر پیش یه برقکاری درستش کنه. ان شاءالله که همیشه تو جاده ها به سلامتی و خوشی برین و بیاین. از صمیم قلبم
براتون بهترینا رو آرزو میکنم. همه تون دوست دارم. خدا یار نگهدارتون.